علیکم. ما که توسن شما باشیم و 4 نعل تو سیاست یورتمه میریم، از ژنو 2 تا همین الانه که خدمت شماییم قاط که چه عرض کنم، آب روغن قاطی کردیم. بگو چرا؟ بزن دکمه رو برو تو مایه فلاشبک. نرمش قهرمانانه عیبی نداره. باید در این زمینه‌ها نرمش داشته باشیم، اما همطوری که رهبری معظم فرمودند این نرمش باید قهرمانانه باشه. بله اینجوری بود که پالون مذاکره رو تن عظما کردن. حالا تهش چی شد؟ اینه که مهمه. آقا ولوم بده. These are substantial limitations which will help prevent Iran from building a nuclear weapon. یعنی عظما و هسته و بسته رتته. غنیسازی خودش را انجام خواهد داد. برنامه غنیسازی به عنوان یک جزئی از هر راه حل به رسمیت شناخته شد. نه بابا، یعنی رفتیم واسه یه بمب ولایت مدار غنی شده؟ نه داش من، مومنتو، برو بعدی. First step does not say that Iran has a right to enrichment. انریچمنت فینیتو. بابا انریخمنت عظما رو که حسابی بیریخ کردی. برو کانال بعدی، بذار یه مدل ترجمه شدهشم به فارسی از استیت دپارتمان بشنوی. هیچ یک، یعنی هیچ از این دو طرف یعنی به کام دل خودشون به طور کامل نرسیدن. به چی نرسیدن؟ یعنی به کام دل خودشون به طور کامل نرسیدن. بابا کام دل چیه؟ عظمای بینوا دل پیچه گرفته. یکی تو این ژنو نبوده بگه بابا کا از خودت نیست، لا کردار کادون که از خودته، لاجر این زهر رو میری بالا دمر میشی ها. بعدم یکی با سالا بعدش بیاد جمع و جورش کنه. برخی ابهامات مطرح هست در خصوص طرح اقدام مشترکی که به عنوان نتیجه مذاکرات ژنو 3 از سوی کاخ سفید منتشر شد به عنوان یک فکت شیت. می‌خواستم نظرتون در این خصوص بگین. در مورد این فکت شیتی که در سایت کاخ سفید منتشر شده، ما قبلا هم توضیح دادیم که این یک روایت امریکایی از تفاهمات ژنو. روایت آمریکایی؟ افخم الملوک، روایت و باندرول و اینا مهم نیست. خاندایی ما میگفت تومسن یونجه فریزری هم که باشه یونجه است، زیادی بزنی باد میکنی. حالا این فکت شیت چیه که عظما باد کرده؟ فکت شیت بخشایی هستش که رویکرد خود امریکایی ها بوده و مطالباتی که شاید مورد نظرشون بوده در آن مطرح شده، ولی آنچه که ژنو 3 به عنوان یک نتیجه از مذاکرات به شکل تفاهم بوده، برنامه اقدام مشترک است که منتشر شد. آها، برنامه اقدام مشترک حتما بین شیخ فری و اکبر کوسه مشترکه که خفت عظما رو نرسیده به کوچه مجلس بگیرن و دواخورش کنن. میگن سیدعلی الان بدبخت‌ترین آدم نظامه. بگو چرا؟ چون بلا و مصیبتی سریشون در آوردن، سریش امامی در نیوردن. بابا تو از کجا ثبت شدی؟ انگار برنامه احضار روح این آخوند بدبخت آوردید اینجا. ولی بیخیر به موقع رسیدی. بگو بینم خوردن زهر با این همه ریخت و پاش اصلا ارزششو داره؟ چون یه چیز عظیمیست، همه چی در گروه اینه، بنابراین میارزه. بابا آخه دارن شیره عظما رو میکشن دیگه، ممکنه بازم چیزای دیگه ازش بخوانا. چیزای دیگه بده مردم بیان این نگه دارن حفظ بشه، حرفی نیست میدن مردم. بابا تو دیگه چه بدبختی هستی؟ بعد یه عمر چاروا داری الاغ نظامو نمیشناسی؟ مردم که دست بده 30 ثانیه اوزی و فری و کوسه و خلاصه آشو با جاش دارام دیریم میکنن.